محکمی بحریدین. محکم ایستاد نمی نویسند انور جان شهرت رسول بگذار من توانان خودشون نویسن همین چیزه. اساس دارد که شما همین در کوچه مونده. اکنون در کوچه هم موندیم. محکمی بحریدین 3 مرتبه اویله‌دار شدن. جدا شده من باز اویله‌دار شدم با همینش هم نمورد. محکمی بحریدین یک روز بعد چند تا خواهد همش اگر 100% نمیگیم خودش معلوم است. با مادرش اگر جدا شدگی باشه این کاری ما است. در سن 42 سالگی داماد شدم و اولش کمک شما پاچوی ما پاچوی محله پاچوی همیشه. ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور الا للبد گوهر امان به نظر آمد. از یوتیوب کانال اهراری چنل تماشا کنید. در آغاز سال باز هم روی اکران شما پیدا کرده شدیم و تصمیم گرفتیم که باز هم همون برنامه‌های من رو که شما تماشا میکنید میپسندید باز هم نشروی نو به نوش رو منظوری شما گردونیم. قید کرده گذاشتنی هستم که سرپرست کلی برنامه ما این البته که بانک ایمان اینترنشنال است. خودро амалӣ созед. барои гирифтани қарз то 50,000 сомонӣ дархост гузоред. имон интернешнл дӯсти молиявии шумо. اولین مهمان در سال 2025 یکی از اون سیماهایی که اکثری شما میشناسید. آوازخوانی شناخته سرزمین محکمی بحریدین. السلام علیکم. و علیکم السلام. صد خوش آمدید. سلام درود به همین مخلصان تماشابینانی همین برنامه به شما اینچنین. سلامت باشید. البته از آمدن شما خرسند شدیم. اگر من اشتباه نکنم در همین تجربه برنامه سازیمون شما اولین بار است که در مهمانی ما حضور دارید. بله اولین مرتبه. تاکنون با همکسبان شما مثلا بارها تکرار به تکرار مثلا ما صحبت ها داشتیم برنامه ها داشتیم اما تقدیر و نصیب این است که با شما تاکنون نبود یگان صحبت ما یگان برنامه ما نبود. خیلی اکنون اینم نصیب کی باشد همون وقت می شود. خلاص گوییم اولین صحبتی من و شما سالی سپری گردیده مثلا سال 2024 نبود و سالی وزنی نبود؟ نه سالی به حد سال خوب بود. سالی بود که ما بسیار کارهایی که در نقشه داشتیم انجام داده توانستیم. خلاص گوییم در سال 2024 یگان خانه نو ماشینی نو نخریدید نه؟ نه بگذار در سال 2025 خرید. سلامت باشید. بگذار همین گونه باشه. استاد 20 سال این جانب در برابر مثلا آوازخوانیتون در دانشگاه هم فعالیت میبرید نه؟ در فاکولته صنعت. در فاکولته صنعت. بله. آموزگاری فن‌های سرودهای کلاسیکی خلقی. شروع میکنیم از سوال‌های شوق‌آور. ما حرکت میکنم که مثلا سوال‌ها شوق‌آور باشه. من نمیدونم شاید بیننده‌های ما گویند که نه این شوق‌آور نبود یا شما خود به خود گویید که محمود خان نتوانست که امروز سوال‌های شوق‌آور لیکن حرکت میکنم. بیاید امروز آغاز میکنیم از نامتون مثلا محکمی بحریدین. برای چی عیناً محکم؟ مستحکم. یک کار اگر قاپد مستحکم همون کار میخوابد. کی مونده است این نام شما رو؟ کی گذاشته است؟ اکنون این نام اساساً پدر و مادرم مصلحت کرده گذاشتن. پیش از اونه که من به دنیا آیم 3 برادر من از دنیا رفتن. این هم به معنای اون ماندند که همین پیش همین خیلی نامای میماندند که محکم ایستاد. با همینش هم نمورد. یعنی که قبل از شما 3 برادر من از عالم گذشتن. ما خودمون 5 نفر. 5 نفر ما حیات هستیم. 2 برادر 2 خواهر و آخرین من. آنها به حیات آمده گذشتن یا اینکه چون بیش از حالتی که در آمده بیمار شده در همین دوره کودکی چند روزگی هر خیل گذشتن.
баҳриддин яъне ки маҳками баҳриддин падаратон. бале. зодгоҳатон кадом минтақаи Тоҷикистон? ман дар ноҳияи Зафаробод таваллуд шудагӣ. онҷо аз ҳар ҷо коргарое гирифта меомаданд. падари манам аз ҳамин шаҳр гирифта рафта дар ҳамонҷа кор монда ба кори давлатӣ. ҳамонҷа оилашон кати рафта ҳамонҷа зиндагӣ карда ҳамонҷа кору фаъолият карда мо ҳамонҷа дунё омадем. мана баъд боз баргашта омадем. мана соли 97 ба шаҳри Хуҷанд. мана аз соли 97 боз ҳамин шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекунам. аксар нафарон хабардор ҳастанд ки шумо пайваста бо навистани шеърҳо машғул ҳастед. бале бале. ҳамин таърихи шеърнависии шумо чанд сол аст? яъне ки чанд сол инҷо шумо шеър менависед? асосан ман матн суруд менависам. суруднавис ҳастам. таронанавис. агар аввалин маротиба навистагиам ҳамин аз сарояндаҳо Сироҷиддин Худоймерганов ба навистагӣ будам. ин чиза бисёриён медонанд. ҳамин сурудҳое ки машҳуру маъмул шудагӣ буданд ҳамон вақт. аз ишқи ту ёрам девонаям, марав аз барам биё дилбарам. аввалин шеърҳое ки ман навистагӣ будам. қариб ки мегӯям ки ягон санъаткоре намонда аст ки агар монда бошадам ангушшумор. ҳамин вилоятамо ман нанависта бошам. аз телевизорро тамошо мекунам. баъзе номи худама мехонам, баъзе намехонам. яъне ки гоҳо муаллифи матнро наменависанд. баъзеашон наменависанд. ҳамина ман ҳиҷ ҳамин муаммоя ҳиҷ натавонистам кушода. аз чӣ сабаб бошадам? барои чӣ масалан? барои чӣ наменависанд? вақте ки номи худашон наменависанд. ҳамин наворбардорое ки ҳамин студиоҳо ҳастанд ку клипмейкерҳо номи худашон ҳамин хел шрифти калон кати менависанд. лекин наменависанд номи муаллифи шеър, муаллифи оҳанг. ина агар аз санъаткоро аз ҳамин ҳофизо пурсам мегӯям ки ҳамин клипмейкерҳо наменависанд. як номи худама навистанд, номи худашонро навистанд, дигар нанавистанд. аз клипмейкерҳо пурсам мегӯям ки ман нагуфтиянд ки нависед. барои чӣ наменависанд ман то ҳозир ҳамина фаҳмида наметавонам. ҳамин ман ташаккур мегӯям ба Фаррух Ёрматов. ҳамин Фаррух Ёрматов умуман ҳамаи касое ки ҳамин хизмат мекунад дар ҳамин клип ё дар консерт, ҳатто дар филмҳо номашона ба пуррагӣ менависад. масалан ме точка Баҳриддин ё маҳками Баҳриддин ман ҳамин карда калон карда менависад. акнун ин иззатталабӣ не, лекин шумо ҳамон меҳнати кардагиятона самараша дидед. ин шумо ба шумо илҳом мебахшад. хулас ҳамин нанавистанҳо шуморо нороҳат мекунад? хай камо беш нороҳат мекунад. хай ман қадар сахт намеранҷаму, лекин ҳайрон мешавам. нависад агар хай хурсанд мешавам, чунки қадр кардааст. ҳамин чиза қадр кардааст. агар берун аз вилоят гӯем киҳо ҳамин матни шуморо қабул карданд, гирифтанд, хонданд? агар берун аз ҷумҳурӣ гӯем, мана санъаткорони ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон, Озодбек Назарбеков як суруди Райҳон хондагӣ ҳастанд. ҳамин ӯзбекӣ тоҷикӣ карда хондагӣ ҳастанд. ҳамин ҷои тоҷикӣ. райҳон ишқат дар дили ман, райҳон ҳалли мушкили ман, райҳон. ҳамин матни шумо? матни ман. райҳон ишқат дар дили ман, райҳон зеби манзили ман, райҳон. ана боз Гулсанам Маҳмадзоидова, Фирӯза Ҷуманиёзова, ҳо катиам ман ҳамкорӣ дорам. устод як дақиқа бахши ман гапатонро гирифтам. ҳамин матни ман гуфта истодаед ки Озодбек хондад. чӣ гуна ба дасти Озодбек расид ҳамон матн? хабардор ҳастед? масалан асосан мани Далер Кутузов ба назди ман омада гуфт ки ҳамин матна навистан дар кору ман ҳамроҳи Озодбек мехонам. ана баъд ман нависта додам, хондам. баъд аз тарафи Озодбек Назарбеков бо воситаи ҳамин Далерҷон раҳматнома, раҳмат бисёр хушрӯш, матни зебо шудааст гуфта ба ман хабар омад. хабарҳо ё гуфтушунидҳо ё пичиросо то худатон омда мерасад ки масалан ҳамин агар матни сабук лозим шавад, агар ба маҳками Баҳриддин муроҷиат кунидон? бале мерасад. акнун ҳар як фаъолияте ки ҳаст онҷо камбудӣ мешавад, онҷо танқид мешавад. танқид ин
خوب است. وقتی که تنقید من میشنوم من از این نمیرنجم. راست میگم، از این نمیرنجم. شاید که من خطا کرده باشم، انسان خطا میکند. شاید که من کمی اهمیت نداده باشم، شاید کمی کار با صفت نکرده باشم. از من خفه نمیشه، چون که اون چیزهایی که من شنیدم حرکت میکنم که به صاحبش رسونم. مثلا شخصا من بسیار شنیدم که همین محکمه بردیدیم اگر مونی اگر همین یک روز به 20 شعر هم نوشته میتین یا که 20 شعر هم از همین ازبکو گرفته ترجمه کرده میتین، گفته همین خیلی سخن ها میشود. نه شما چی جواب میدید به همین گونه سخن ها؟ های بگذار من توانند خودشون نویسن همین چیزه، میتوانند نویسن. من سراینده ها برای چی نمیرد پیش همون کسایی که سخت تنقید میکنن؟ عموما من یک چیز گفته گذارم اویدی خیلی کم موضوع دیگه طرف روادم. عموما در فکری همین بعضی کسانی که من در شبکه‌های اجتماعی میبینم، مثلا یک سرود یک سراینده سراییده است، خوب سراییده است، لیکن اون مال خودش نه. خوب سراییده است، شما میدونید، من میدونم، همه میدونن، ولی سرودی کی است؟ مؤلفش رو میدونیم. مؤلفش رو میدونیم. همین چیز می نویسند و این سراینده های ما دوز هستند، دوزی میکنند، خودشون ایجاد کرده نمیتونند. سراینده این وظیفش سراییدن است. اگر تواند آهنگ ایجاد کند، اگر نتواند آهنگساز ایجاد کند آهنگ. خودش تواند متن نویسد، تواند. در ذهنی بعضی ها همین دوز است و سرود دوزیده است. چی خیلی دوزیده میشه؟ سرود دوزیده میشد. همین من شما سوال میتونم، شما من محمود خان احراری شما سرود یگان کسی نمیخونید یگان بار؟ من حاضر چند سرود زمزمه کردید تو همین برنامه. من شما دوز گفته میتونم، من میدونم که مؤلفش کی است، من میتونم شما دوز گویم. نه یعنی که نقطه نظری آنها همین است که مثلا شما درست گفتید، من هم مثلا روزم رو به خواندن سرود نمیگذارم، هر روز سرود میخونم، این درست است، اما من در حضور عامه نمیخونم یا خودم رو همچون مثلا سراینده معرفی نمیکنم. میدونید آنها از چی سبب دوز میکنن؟ شاید من طرفگیری آنها نیستم، من فقط همین موضوع رو یا همین فکری آنها رو اگر شد روشن گویم، اون آوازخوان‌هایی که مثلا یک ترانه دیگر سراینده رو میگیرند به اجازت، به خبردار کردن، به آگاه کردن، همین با پررگی روی بردار میکنن. مثلا شعرش رو پیش شما میرن ترجمه میکنن، کلیپش رو کادرهای همون کلیپ رو میگیرن، نوارهایش رو، آهنگ رو میگیرن، با پررگی خلاص روی بردار میشود. بعد مردم میگن که این دوزی کرده است. میگن یعنی نقطه نظر شما این درست است؟ مثلا روی برداشت کردن سراییده است. همین خیلی اگر وای در همون تیتر نویسد که این آهنگ من یا شعری من، انا وقت ما گوییم که این دزد است. چرا نمی نویسند؟ اکثریت اونها نمی نویسند که مثلا مؤلف کی، آهنگی کی، مثلا یا از کی روی بردار کرده شده است، نمی نویسند. بسیارشون من حاضر در همین موضوع گفتم که نمی نویسند، فقط نام خودشون نمی نویسند، نام همون کلیپ میکر می نویسند. همین خیلی نه اینجا گپ در سری روی بردار کنها رفته است. اونایی که روی بردار میکنند نمی نویسند، نمی نویسند، بسیارشون نمی نویسند. مثلا پیش شما میبیارند که مثلا همین ترانه با من محفوظ شد، همین تاجیکی و ترجمه کرده تید، درست؟ از شما مثلا نمیپرسید که از همین مؤلفش تو اجازت گرفته یا نه؟ نه، من اکنون از مؤلفش اجازت گرفتن و وظیفه اون آدم است. معنی شما روی بردار میکنید، شما ترجمه میکنید؟ من ترجمه نمی، من اون چیزی که مثال بعضی کلمه هایی که به تاجیکی مانند است، خب همون کلمه های استفاده میبرم، بسیاری چیزش من از خودم می نویسم، ایجاد میکنم و یا من پور از حد فایزه ترجمه کرده. خیلی شاید که یک دوتا اگر همیشه کردگی باشم هم که مثال من میدونم که اونها از همین مؤلفش پرسیده همین کار کردن یا هم با همراهی همین دویت میسرن همون چیزه. اکنون این پرسیدنی اونها با من اینجا وظیفه دار نیستم که من از اونها گویم که تو از همین سراینده پرسیدی که همین سرودی شما ما خوانم یا نخوانم. این وظیفه همون سراینده است. اگر احترامش بلند باشد میپرسد. اکنون مغازه لباس‌های مردانه تاپ من با شما غیر از دیگر برندهای مشهور دنیا لباس‌ها را با برندی مخصوص ایتالیایی تویستر پیشکش می‌کند. کورتا، شیم، سویتر، کروتکا، ژاکت‌ها، تسمه، کاستیوم‌های جنسی، این همه با برندی مخصوصی
تویستر که ارزششان خیلی دسترس است. سراغ ما شهر خوجند، کوچه میر. همین در یک روز چند تا شعر نوشته؟ در یک از روز همه زیاد است. خطا نکنم یک سالهایی که سهراب عطیف بعد از همین سرودی ای شوخی دل رویم همین یک روز خونشون با دعوت کرده گفتن که ما هر روز قریب توی داریم، ما وقت نداریم که بسیار به کار ایجادی نشینیم، یک روزتون پر خالی کنید از سحر تا بگاه تا شب ما میتونیم که ایجاد کنیم. من یک روز خالی کردم، یک آلبوم 16 سرود نوشتیم از ساعت 9 صبح تا 11 شب. در یک روز یک آلبوم نوشتیم. همین آلبومی که تمنا سرور بودن که تمنا خوشدامن جان خوشدامن انا با کدام سرودشون بله 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 رقصیدنش و بله من این سرودها در یک روز از سحر آغاز کردیم. خوراک گرفته می بیارند، هیچ کی هیچ جا نمیرد، نوازنده ها نشستگی شعر می نویسیم، ایجاد میکنیم. یک تشت سیرای میگن که خام تیار کرده میمونیم، حالی وای علاقه با ارانجیروفکا میشود وای تیار میشد، با دویمش میگذاریم، بس 16 همش نویسیم ساعت 11 شب شد. من انامونجا رکورد انامونجا سر شده بود که محکم بردین یک روز بعد چند تا خواهد می نویسد، لیکن من مثلا طرفدار این چیز نیستم، لیکن هم وقت به من همین چیز به التماس کردن من نگفتن نتوانستم. استاد اگر امروز هم یگان نفر التماس کنند مثلا شما قادر هستید که در یک روز همین 16 سرود روی کاغذ آورید، 16 متن سرود روی کاغذ آورید امروز؟ قادر هستیم، میتوانیم، فقط که اگر یگان روزی خالی آبیم شاید که از سحر تا شب یک شبانه روز همین کار کرده میتونیم. متن‌های شما چگونه نرخ گذاری میشود؟ راست دیگه من نرخ گذاری نمیکنم. خودشون اگر یگان مثلا حقی قلم یگان چیز پیشنهاد کنن همین. بعضی هاشون هست که من یک آلبوم نویسم هم تو رحمت گفتم موندگی تازه هست. ها بله. یا من شما حالی سیزونی توی برات سانی من شما میبینم. اما محکمه بحرالدین یگان نرخنامه خودش رو نداره؟ نمیکنم من. هم تو خودت هم توی هم نویسته میتیم. نقطه نظری شخصی خودتون چگونه است؟ باید همین کار یک نرخنامه معینی خودش رو باید داشته باشد یا اینکه نه؟ هر انسان وابسته از اون که چیکار میکنه زندگی شخصی خودش رو دارد، حیات شخصی خودش رو دارد، خرچ‌های شخصی خود یعنی که رسخودهای خودش دارد. همین باید نرخنامه معینی خودش رو باید داشته باشد یا اینکه نه؟ نه به فکر من این چیز نباید باشد، چون که این ماشین نیست که سالی برارزش فلان قدر این به متال رفتگی فلان قدر این بنزین میخورد. این ایجاد است، این خداوند همین چیز داد است. وقتی که شما همین چیز میگویید خیلی یگان چیز اگر از خودتون حقی قلم دادید ندادید پناهتون بر خدا، هیچ گپ نه. صحبت ما مواد رو دلگیر کننده نه؟ نه بسیار خوب بود صحبتی. سلامت باشید. اکنون نفرانی که برایشون جاسوی سنتکنیکی لازم است ما به مغازه نوتاسیسی دامینو دعوت می‌نماییم. از این مغازه تمام جاسوی سنتکنیکی طبع دلتون رو با نرخ‌های خیلی و خیلی دسترس پیدا کرده می‌توانید. از همه مهمش ما شما رو بسیار آواره نمی کنیم، زیرا شما همه چیزهای لازمتون را از یک مغازه پیدا کرده می توانید. مغازه دامینو در خدمت شما. فراموش نکنید به شرطی که همه خرید شما از مغازه دامینو باشد برده رسانیدن یعنی دستافکا از ما. سراغ ما شهر خوجند، جمعه بازار. تلفن در اکران های شما. استاد همسایه ما رو چگونه پیدا کردید؟ همسایه ما گفتم از ما یک دو محله باشد یا یک یا دو محله دورتر؟ یک کوچه از شما، یک کوچه از ما دورتر. هم بعدش گوییم همسایه ما چگونه پیدا کردید؟ اکنون مثلا
پیش ما مثلا شعر گفته می بیایند، یک شعر نویسید گفته میایند، ما یک با ما مراجعت که یک شعر نویسید، من همه شعر نوشتنش آغاز کردم و حال تا حاضرم اما شعر پورا به انجام نرسوندم. لیکن خیر چی میگن، از وقتی که وا خوردیم و دیدیم ستاره ما موافق آمد، من از حیات و زندگی شرایط عائله آنها با خبر شدم. راستی گپ همین گفتم که این انتخابی من درست باید باشد. من باید سنجیدم اول. راستی گپ چگونه سنجیده؟ ما دیگه دوست داشتیم. من گفتم شرطی همین که مادری من نگاه میکنی. رد نکرد، نگاه کرد. مادری من نگاه کرد. یعنی قبل از برپای عائله اول مادر شما رو نگاه کرد؟ من گفتم که من مادرم به میگم که همه یک تا آدم میبیارم شما نگاه بین میکنند. خیلی اینجا بودن و خیشتا برو. من همین چیزا خودم ساختم برای سنجیدن. چی میشد وقتی مادری من نگاه بین کرد در بیمارخانه، مادرم خودشون گفتن که پسرم همین دخترش تو کلین کنیم چه خیلی میشده باشد. من گفتم مادر جان همین انتخابی شما انتخابی ما، چیزی که شما گویید این هم یک تیر دو نشان شد، هم با مادرم پسند آمد هم با من. یعنی که اولین مهری که من دلم با پروریدم همین بود که مادری من نگاه بین کرد. مادرم 1 سال قبل از دنیا گذشتن. این یک زندگی من یک ضربه شدگی بود. مادرم که می نشستم همین صورت سلفی میگرفتم، میگفتم مادر جان من حاضر این اینستاگرام با پرتافتم دنیا دید شمایه. و میگفتن که بچم دنیا دیده من چا میکند، تو آمده من بین. از سیرکاری بعضا اگر تلفن نکرده مانم، مادرم تلفن میکردن و میگفتن که گوش کن بچم، همین تو تلفن کنو، من کتی سلام علیک نکن. من کتی السلام علیکم مادر جان شما نه وقتت نباشه هم تو تلفن بردارو که من نغز مادر جان گو کوش تمام، من خاطرم جمع شد من به سلام علیک پرسپوس تو در کار نی. اگر یک روز تلفن نکنم یا از وای نکنم الله که مادرم میرنجیدم، بسیار به من عادت کرده بودم. من با اون کس همین مادرم گم کردم، این یک وای شد برای من. در زندگی یک ضربه شد. البته جانبدار هستیم که آخرتشون آباد باشد. بگذار پدرم قیدی حیات؟ نه، پدرم در سن 21 سالگی هم از دنیا گذشته بود. در سن 21 سالگی وقتی که پدرم از دنیا گذشتن خیال کردم که دنیا آخر برسید. من حال زندگی اکنون دانشجو بودم من وقتی که پدرم از دنیا گذشتن. من بعضی همین شعرهای می نویسم که آهنگ نشده است، هم تو برای حیات خودم یا تجربه حیات. یک اگر اجازه دید یک چند مصرع اگر همین شعر خوانم روشن من این چیز همه چیز در بر میگیرد. زیاری بی‌وفا بیاری بهتر. زیاری بی‌وفا بیاری بهتر. اگر یاری بی‌وفا داشتگی باشید بیار باشید بهتر. درست. زی خوابی بی‌محل بیداری بهتر. زی بیکاران همه بیزار باشم. کار همه بیزار کو. زی کاری پرضرر بیکاری بهتر. یک کاری که کنید و دیگر رو ضرر می آورده باشد اما بیکار باشید بهتر. زی گل بودن به ملک غیر ای دوست، بدون در میهن خود خاری بهتر. همین وطن خودتان با خار باشید از گل بودن در دیگر جا بهتر. درست. همه کسب و هنر خوبند اما و محکم کسب صنعتکاری بهتر. سلامت باشه. مثلا حیف عشق پاک من در زندگانی خار شد، این دلی پردرد من از غصه ها بیمار شد. محکمی که دید آزار و نداد آزاری کس، آدمی درکاری بود شاید که نادرکار شد. در سن 42 سالگی داماد شدم و اکنون اولش کمک شرم می‌دارید، لیکن عادت کرده میرفتید. وقتی که من مثلا چقدر توی های مردم گذراندم، چقدر در توی معرکه ها اشتراک کردم، میدیدم خیلی داماد های کلانم دیده بودم. باور نداشتم که یک روز خودم داماد میشم. همین خیلی
خیلی مثلا عموما من نصیب بودست که منم 42 برآمده باز همین با دختر اویله دار شدم. با دختر اویله دار شدم. اکنون خیلی نم یک نصیب. لیکن داماد شدم در 42 سالگی. یک دامادی که شما الله که در تخت شاهی هم میشینید در تخت بله چه خیلی که همین آقای شما وقتی که دختر گرفتید شما باید که مثال هر یک دختر هم یک ارزوی خودش دارد میخواهد که به مثال دیگه دخترها شوهر کنند چه خیلی که همین بود لباسی عروسی پوشید من لباسی دامادی پوشیدم و من دوشیمو کاستوم گرفتم در نیمی توی دیگرش پوشیدم چه خیلی ما صنعتکارا عادت کردگی که چه خیلی که دیگر دامادها با سیر و گشت میرن سیر و گشت رفتیم بعد توی ما شد ما والس هم کردیم رقصی سفید هم کردیم من غالب جان انور جان شهرت رسول اسکندر قلندرов همشون در خدمت بودن توی خیلی که توی عادی که مردم چه توی میکنن همین توی 3 ساعت موافق تنظیم و رسم و عنعنه‌های ملی توی همین خیلی گذشت همون خیلی که لاله میگویند گشتون آمدیم همین من به من وعده داده بودم چه خیلی که همین دیگر دخترها شوهر میکند دختری شما هم من همین خیلی گرفته میرم. فرق بین شما و همسرتون چند سال؟ من گپ راست چه میگم 17 سال. 17 سال بله لیکن فکرمو مثلا بعضی ها میگوید که اگر یوشگیری فکرت وای کتی موافق نمی آید وای الله که دیگر نه ما فکرمو یک هم فکر من مثلا چی میخواهم همسرم الله که از چشم من میدوند همون چیز ویم میخواهد من خیلی شکر میکنم که امروز در زندگی اکنون وقتی خدا میافتم خوشبخت هستم خداوند به دعا میکنم که همین تو آخر همین خیلی باشه. البته ما خوشبختی شما رو میخوایم. سلامت باشید. سلامت باشید. مصاحبه امروزه ما یک اینترویو اکسکلوزیوی بود در آغاز سال 2025 زیرا انا همین گونه معلومات ها رو انا همین گونه سیر و اسرار ها رو فکر میکنم که تاکنون شما در یگان برنامه ها فاش نکرده بودید. نه من همین روز آزاد چیزی که همین گوش به میگفتگی گپای ما همیشه شما بگفتم دیگر یکم گپ نموند در فکری من. سلامت باشید. ولی ما هم حرکت میکنیم که همین بیننده ما یک چیزی نو گیرن از همین برنامه ما یک خبرهای نو گیرن یا اون خبرهایی که بی خبر موندن خبردار شوند. استاد برای آمدنتون رحمت. تمنیات اینه که شما با هواداران خودتون لیکن یک چیز دیگه قریب بود که فراموش نه یک تا بی سرود هم نمیشه یک تا سرود هم میخونه. البته یک تمنای خدا میگویم اولا مثال اینجا درباره ایجادیات حرف زدیم درباره اویله حرف زدیم همه مصیبت ما همه چیز را در بر گرفته بود. من تمنا میکنم با همه خوشبختی حتی با اون کسایی که مثال من رنج و آزار دادن با اون کسایی هم من خوشبختی بردباری سربلندی سرفرازی تمنا میکنم یعنی که با همش شما اگر خوبی های تمنا کنید خوبی ها همش برای شما نصیب میشد. درست. دراز عمری سعادتی روزگار تمنا میکنم و البته اول چخیلی که گفتیم مثال یک سرود مثال یک سراینده بازخوانی میکند من همین سرودی استاد عبدالله سلطان بسیار دوست میداشتم من از خودشون هم پرسیدگی بودم برای شما میخوانم این سرود شما میدانید. ای زلف کجت عنبر رخسار مهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد تابان به نظر آمد مستان به نظر آمد جانان به نظر آمد. سلامت باشه. ترانه انجلیکا مؤلفش خودتون؟ نه مؤلفش عبیدالله کرامت استاد. من اون کس هم همین چیز اجازت پرسیدم و یک استاد کاترینا گفته خوانده بودن من این سال اون تو سوریمنی تر کرده انجلیکا گفته خوانده من لیکن همین چیز از استاد پرسیدگی از استاد عبیدالله کرامت پرسیدگی. ترانه میروم به خواستگاری میمورم از غمی تو ز بیقراری
муаллифаш худатон? бале, ин шеъри худам, оҳанги худам мехонам. Ина соли 2005 аввалин клипи ман, ҳамин аввалин суруде ки ман барои мухлисон пешкаш кардам. Ҳамин суруд буд, бисёр ҳамин суруда дӯст доштагӣ буданд. Вақташ буд як тӯйба то 5 бора мехондем ин суруда. Леки азияҷи айби худатон будааст. ҳамин суруда барои 42 солагина бо хоскорӣ рафтед. Ин насиб. Саломат бошед бо анамин гуна. Дигар намехонам ин суруда. ҳакну ба хостгорӣ меравем барои фарзандо. Барои фарзандонаед. Ташаккур ки моро тамошо кардед. Ташаккур ки бо мо будед. Ва ҳаракат мекунем ки дар нашрҳои дигари барномаамон боз ҳам меҳмонҳои таъби дили шуморо даъват кунему суҳбатҳои таъби дили шуморо биороем. Тансиҳат бошед, хонобод бошед. Барои ташрифатон сипос. Саломат бошед.